سلام، یه ویدیو دیگه از سری گرامر داریم که امروز راجع به پست پرفکت میخوایم صحبت کنیم. خیلی سریع تمومش کنیم و اینکه دیگه بریم سراغ گرامرهای باحالتر. خب میدونیم پست پرفکت رو برای چی استفاده میکنم؟ معمولا برای کاری که در گذشته انجام شده پیش از یه کار دیگه و تموم شده. این کل چیزی یاد میگه we use the past perfect tense for actions which happened before a time in the past. قبل از یه زمانی تو گذشته انجام شده. فرمش هم که میدونی دیگه، یه حد میذاری، یه پست پارتیسیپل برای همه هم یه جور هست، هوا هز و اینجور چیزا نداره، همشون یه جور میشه. حالا فانکشناش چیه، کجا استفاده میکنیم، اگزمپلاشو میگم یکی یکی با هم دیگه چک میکنیم. I left university before I'd هم که این د که میذاریم حالا با would هم قاطی میشه یه خود، ولی I'd بعد به فعلش نگاه کن. اگه فعلش past participle باشه یعنی اینکه داریم زمان past perfect بکنیم، میبریم گذشته کامل بکنیم. اگه نه که داریم would یعنی معنی would. I'd taken the final exam. من میگه که من دانشگاه رو قبل از اینکه حالا امتحانمو فاینال اگزمامو بدم ترک کردم. خب اول فاینال اگزما رو باید میداده، بعد مثلا ترک میکرده، خب این کارو نکرده. بعدی میگه we ate our dinner 30 minutes. حالا یکی رو با after گفته. After my father had come back from. بعد از اینکه 30 دقیقه بعد از اینکه پدرم اومد. پس اولین کار چی بوده؟ پدره اومده 30 دقیقه بعدش غذا خوردن. پس اونی که قبل تره رو با past perfect میگیم. و اینکه حالا میگیم که اگه خیلی دیگه مشخص باشه یه چیزی قبل یه کاری قبل یه کار دیگه انجام شده، کلا دیگه اونو با past perfect نمیگیم. مثلا نگاه کن I opened the door and let him in. من در رو باز کردم و اون گذاشتم که بیاد تو. خب دیگه معلومه اول در رو باز کنی بعد اون میاد تو دیگه. حالا اینکه نمیگیم I had opened the door and let him in، اینجوری نمیگیم. اونایی که مشخص هستن و به ترتیب حالا انجام میشن معمولا با همون simple میگیم. مثلا حالا یکی دیگه با when we got back. وقتی که برگشتیم the babysitter had gone home. وقتی که برگشتیم اون پرستار بچه رفته بود خونه دیگه، رفته بود. یه already هم میتونیم اینجا بذاریم که مثلا بیشتر مشخص بشه، ولی نگیم هم مشخصه. we wanted to talk to the babysitter. میخواستیم با حالا مثلا با همون مثال میخواستیم با پرستار بچه صحبت کنیم. but she had just left. she had just left مثلا همون jusتی که توی present perfect یعنی درست همون موقع خود قبلترش اون رفته بود. she had just یا میتونیم بگیم که she had already، باز already هم میتونیم بگیم، ولی she had just که میگیم یعنی همون درست یک کم قبل از اینکه ما برسیم اون مثلا خونه رو ترک کرده بود و رفته بود. یک مدلی که استفاده میکنن از فریزی که زیاد استفاده میکنن واسه past perfect by the time هست. by the time یه خورده بریم حالا دو تا مثال یکم مثلا درست حسابی تر بزنیم که براتون خیلی بیشتر جا بیفته. by the time the UN task force arrived the rebel force had taken the province. یعنی تا زمانی که تا موقعی که اون چیزا بیان، حالا نیروهای مثلا حالا مال سازمان ملل برسن، اون یاغیگرا یا ریبل اونا چیزو اون منطقه رو گرفته بودن دیگه. تا اون موقع اونا اونجا رو گرفته بودن. had taken یعنی اول اونا گرفته بودن بعد اونا رسیدن، اون UN فورس دیر رسیدن. پس ما دو تا عمل میخوایم تو گذشته بگیم. اونی که اول انجام شده کامل و تموم شده رو با past perfect گفته. rebel اینجا گفته rebel force had taken the province. اون استان، اون حالا اون ایالت هر چیزی رو بگیم اونو گرفته بودن و دیگه دیر شده. by the time اون زمانی که دیگه رسیده بودن دیگه دیر شده بود اون حالا نیروهای سازمان ملل.
یا مثلا میگه at the time of در زمان at the time of her trial last year در زمان دادگاهش trial دادگاه در زمان دادگاهش که سال گذشته بود my sister had been in prison for 8 months خواهر من 8 ماه بود که توی زندان بود، یعنی 8 ماه تو زندان بود. بعد اون حالا دادگاهش مثلا تشکیل شده at the time اون زمانی که دیگه دادگاه تشکیل شده بود 8 ماه قبلش اون همش توی زندان بود. My sister had been in prison for 8 months. خب این چیز کلیشه. من تصمیم گرفتم که از این بعد خیلی دیگه وارد جزئیات نشم. دیدم بچه‌ها یه مقدار غر زدن که خیلی دیگه مثلا همه چی رو میگی و اینا طولانی میشه و بعد خسته کننده و اینا. سعیم اینه که ویدیوها رو کوتاه‌تر بکنم و چیزای خیلی مهمی که هستش رو بهتون بگم. اگه چیز ریزی کامنت بذارین برام و سوالا رو من جواب میدم. و اینکه حالا مثلا همین درس الان خب یه مقداری واسه یه چیزم داریم خیلی استفادهش واسه کاندیشنال نوع 3 هستش، جملات شرطی نوع 3، ولی اینجا دیگه نیاوردم چون اونو گفتم توی همون جملات شرطی واسهتون حتما اینم میگم. خب اگه دوست داشتی حتما لایک کن، سابسکرایب کن، منو خوشحال کن که زودتر رشد کنیم و اینکه هر سوالی هم داشتی بپرس که من حتما دونه دونه جواب میدم. فعلا